سلام به رفقای گل کانال پوریاوست، حالتون چطوره؟ این ویدیو یه بچپون تو دایره به حساب منو که یادتونه مستر بیست به مردم میگفت که هر چیزی بتونین توی دایره جا بدید و من پولشو میدم. امروز ورژن مثلثشو داریم که یه خورده چالشی ترم هست. بریم سراغ ویدیو. هر چی بتونی تو این مثلث جا بدی و من برات میخرم. ایول بذار بریم. فکر کنم میخوام از همینجا شروع کنم. تازه شروعت با تلویزیون بود، کجا میخوای بذاری؟ همینجا کنار خط خوبه. آره چا به نظرتون مثلث زیاد بزرگ نیست؟ بازم تلویزیون میخوای؟ چرا که نه، دوتا میبرن. تارک در جریانی که اگه یه چیزی بخوره به خط قرمز این داشمون میبازه. نزدیک بود ببازونیش. داداش با من مشکل داری؟ میگم چطور اون تلویزیون گنده ها رو بیاریم، اینطوری میتونیم بقیه چیزا رو بچینیم روش. فکر خوبیه. آدم من بهت پیشنهاد میکنم که نذاری کریس خرابش کنه برات. فکر کردم دستشوییه. بیا سرپاش کنیم. سر پا هم میکنیمش. 1 2 تلویزیونو گذاشته. خیلی خوب. یکم بیا بالاتر. آفرین کارت خیلی خوبه. خب ما اینجا یه دونه میز تلویزیونی ساختیم. بچه‌ها میتونیم اون 85 اینچه رو بیاری بذاری بالای اینو یه میز دیگه هم درست پس بکنی. یعنی میخوای یه تلویزیون دیگه هم بذاری روی این؟ معلومه. من که میدونم آخرش میبازی. اوه داداش حواست باشه نزدیک بود بخوری به خطه. به خیر گذشت. 1 2 3 خیلی خوب چندر وایسا. آروم آروم بخیر بابا. نمیشه موفق شده. پسر همینه. این جوابا دارن خم میشن، هر لحظه ممکنه سقوط کنه. فکر کنم دیگه کافی باشه. نه بابا ببین وقتی این مثلث رو کشیدم اصلا فکر نمی‌کردم بتونه این همه چیز توش جا بده. آدم تونست به اندازه $23000 اجناس مختلف بذاره تو مثلث. البته در برابر چیزایی که بقیه تو این ویدیو بردن هیچی نیست. اینجا محوطه پارکینگه که توش یه مثلث گنده گذاشتیم. هر چیزی که بتونی اینجا جا بدی و من پولشو میدم. بیا بریم. ببین داداش قشنگ کل فروشگاهو میتونی جا بدی تو اون مثلثه. امتحانش میکنم. به این دلیل همچین مثلث گنده‌ای به درن دادیم چون اون مدیر بخش خیریه ماست. بوم، این یه چرخ دستی، اونم دومیش. پسارو انداختی. اینم چرخ دستی سوم و حدوداً 0.5% مثلث پر شده. داداش بقیه‌اش با خودت. ما فعلا بریم. ما توی فروشگاه گیمینگیم و حتی اگه بتونین کل فروشگاهو تو این مثلث جا بدی من پولشو میدم. واقعا؟ سلام خوبه. اگه تو با هم باشی از پسش خیلی خب بیا همشونو ببریم اون ور تا بعدش ببینیم چه غلطی باهاشون میکنیم. وایسا هنوز نمیتونیم تو دایره بذاریم. داداش مثلثه. همیشه با هندسه مشکل داشت. چندلر میخواد داداش اگه به خط بخوره باختن. بابا حواست کجاست؟ کارش کاری نداره. داداش بیا اینجا. چه غلطی کردم. این در خروجی متاسفانه شما باید ازش برید بیرون. بعدم میبینمت. من شرمندم داداش. این دفعه 2 نفر آوردیم. بچه‌ها شروع کنیم. این قفساتون فروشی نیست؟ قفسه میتونه چیزای کوچولو موچولو رو نگه داره. این رفقامون انقدر میخواستن ببرن که علنا متر آوردن و ابعاد مثلث رو اندازه گرفتن. قشنگ آمار همه چی رو درآوردن تا بتونن راحت تو مثلث جاش بدن. تقریبا اینجا جامون تموم شده. 3 تا بازی دیگه برام بیار. باید یه سری از این چیزا رو جابجا کنیم و ببریم اونور. حالا به نظرتون ما باید چیکار کنیم ما؟ بعد از 20 دقیقه برنامه ریزی باید یه حفاظ درست کنیم. کنار هم عمودی و میچینیم. بقیه چیزا رو میذاریم روش. مراقب خط باش. میخوام بذارمش زمین. شما 3 تا جعبه بزرگ گذاشتید و بعد وسطش رو تا آخر پر کردید، ولی خب هنوز نصف مغازه مونده. برنامه چیه؟ روی اون حاجی قشنگ دیوار چین چیدن. این رفیق عینکیمونم قیافه شبیه مهندساست. بهش میخوره بتونه یه جوری جا بده که تو خود مستر بیست هم جا بده. خدایی این عجیب ترین چیزیه که تو کل عمرم دیدم و قسمت جالب ماجرا اینجاست که هنوز یه عالمه وسیله مونده. قراره همینجوری بریم بالا؟ راه دیگه ای نداریم. نمیتونیم زمینو بکنیم. من هیچ وقت این عروسکا رو دوست نداشتم ولی الان بیشتر از همیشه ازشون متنفرم. بذارین یه چیزی بهتون بگم. وقتی رفتی بالا این جبه اینجا یکم لرزید. مطمئنم خودم دیدمش. یه عالمه احتمال هست برای هر چیزی که کارو خراب کنه و میخوام گریه کنم. وای خدا. فاصلش تا خط قرمز یه انگشت کوچیک است فقط. دیگه چی کار میشه کرد؟ این جا میشه ولی برای اینکه جا بشه باید بره تو زمین که اینطوری لیز میخوره داخل به خط مثلث میخوره. پس اونو اونجا نمیذاریم؟ نه. تا جایی که میتونن دارن زور میزنن. حتی بین فاصله جعبه هم دارن خرت و پرت میچپونن.
بچه 10 تا آیتم دیگه بیشتر نمونده. دارم از استرس میمیرم. منم به جاشون استرس دارم. بیایید بچه‌ها فکر کنم بشه. مراقب باش. نه این صاف نیست. کجه مراقب باش. نیفته. میفهمم داری چی کار می‌کنی. باشه. نمی‌تونی مثلث رو فقط یکم بزرگتر برامون چرا بکشی؟ داره خوش میگذره. خب بچه‌ها این آخرین آیتم مغازه. آماده لنگر انداختن باشید. همگی باید همزمان ولش کنید. 3 2 1. خیلی خوب ول کنید دستاتون رو بردارید. خیلی خوب موفق شدید. ما تونستیم مبارک باشه همش مال شما. باورم نمیشه تونستید از پسش بر بیاید. امروز چی کارا کردی؟ هیچی رفتم سر کار. تو چی کار کردی؟ من یه مغازه این آخریه بردم. واقعا عجیب بود. این بار سومی که دارم یه مغازه رو کلا خالی میکنم. بزنید قدش. شاید براتون سوال باشه که این مثلث گنده جلوی این مغازه ماشین فروشی چی کار میکنه. هر چند تا ماشین که این خانم بتونه جا بده تو مثلث رو من حساب میکنم. فقط اگه هر کدوم از ماشینا بخورن به خط قرمز شما میبازید. واسه همین این تخته‌ها رو آوردیم که ماشین از روش رد شن. بچه‌ها تخته‌ها رو تنظیم کنید. به نظرم خوبه. کارل داداش این کجه نمیخواید بنده خود ماشین ببره؟ خیلی خوب همین فرمون بیا. خیلی خوب ماشینی خوبه؟ بوم اولین ماشین اومد تو به خط قرمزم نخورد. این خانم به نظر خیلی مهربون میومد. بنابراین من و پسرا تا جای ممکن کمکش کردیم که برنده بشه. وایسا خوبه حالا میتونی بیا جلو. خیلی عالی. عالیه دومی شب عالیه. بازم ماشین میخوام. حواست باشه. خیلی خوب. کنار دیگه. نزدیک بوده. نه مشکلی نیست همه چی خوبه. آره خوبه همونجا وایسا. آره خوبه بیا پایین. بیا خوبه. خب حالا چرخای عقب اینم از این. بیا همینجا. نه بیا بیا دیگه. تقریبا تونست 100,000 دلار رو جا بده. تقریبا برده. اگه کاری کنید به بازه خواهید دید که یک زن بالغ گریه میکنه. به نظرم اونطوری همش تقصیر نولانه. چرا به من چه؟ ماشین بعدیش هم انتخاب کرد و این یکی از همه گنده تره. باید حواسمون رو جمع کنیم. این به نظر آسون میاد ولی اگه خراب کنیم همه چی به باد میره. بیا انجامش بده. قصه نخور پسته بخور. آروم بیا جلو. بیا فقط چرخای عقب مونده. آروم همین فرمونو بیا جلو. برو جلوتر جا داری. هشمو دیگه تکون نخور. الان 5 تا ماشین آوردی توی مثلث بیشتر از 100,000 دلار. میخوای بازم بیاری یا بس دیگه؟ نه دیگه بسته. تبریکات ویژه. حالا میخوای با 5 تا ماشین چیکار کنی؟ خودم انتخاب کنم. نه کل این 5 تا ماشین مال توه. نمیدونم چه جوری ولی اون خانم فکر میکرد قرار نیست هر 5 تا ماشین گیرش بیاد. اون خانم فکر میکرد با اینکه 5 تا ماشین رو جا داده فقط یه دونه‌شو قراره بهش بدیم. حساب کن ببینم. گفتی من همه 5 تا ماشین رو بردم. وای خدای ای خدا الان داریم دور هم گریه میکنیم. خیلی خوب. آروم دقیقاً به خاطر لحظه‌ای مثل اینه که دوست دارم به مردم هدیه بدم. حتی دوباره دیدن این ویدیو باعث شد لبخند بزنم. حالا قراره با 5 تا ماشین چی کار کنم؟ یه دونشم کافیه. این دوستمون داینوه و اگه بتونه از یه هواپیمای در حال حرکت بپره و توی این مثلث فرود بیاد من بهش 20,000 دلار میدم. و چون میدونم طارق از ارتفاع میترسه بهش گفتم اگه بتونی رازیش کنی بپره 20,000 دلار اضافه بهت میدم. با ترسات روبروش ترک. نه پری میخورتت. خیلی خوب بریم تو کاره. نگران نباش ترک جان من همیشه با این تو را به یاد خواهم آورد. یادت نره 20,000 تایی اضافی و فقط اگه طارق بپره میگیری. چه با این یارو کچله بپری بیرون چه تنهایی تو از این هواپیما میپری پایین. خدا مریم. بچه‌ها چه قیافه طارق بدون کلاه عجیبه. اولین باره که دارم بدون کلاه طارقو میبینم و واقعا قیافه شبیه منطقه محروم خاورمیانه شد. خیلی خوب بریم تو کاره. نگران نباش ترک جان من همیشه با این تو را به یاد خواهم آورد. یادت نره 20,000 تایی اضافی و فقط اگه طارق بپره میگیری. چه با این یارو کچله بپری بیرون چه تنهایی تو از این هواپیما میپری پایین. خدا مریم. چه ارتفاعی هستیم؟ 10,000 پا. وای خدای من رو زمین میبینم جیگر. بزن بریم. خونه هاش مثلث اونجاست. همونجا فرود میام پسر. ما قراره پولو بگیریم. یا خدا. خب مثل اینکه اونا از هواپیما پریدن پس احتمالاً ما باید عرصه رو خالی کنیم. که وضع خیته. ای مگس عرصه سیمرغ. ای دارم میاد. ای وای. خب انگار باید دوربینو چک کنیم ببینیم درست فرود اومده یا نه.
تو مثلث فرود اومدی و برو اونجا لطفاً و تا جایی که من یادمه همونجا هم موندی. ممنونم رفیق. دیگه تو سب کن ببینم تارک کجاست. میافتم چه حسی داری رفیق؟ تو باعث شدی حال من عالی باشه. اون تو مثلث فرود اومد و $20,000 برد و چون تو هم از هواپیما پریدید $40,000 بهش میدم. حالا تو عمر 40,000 تا داشتی؟ نه. میخوای باش چیکار کنی؟ باور کن خب تا نمیدونم. داره فکراشو میکنه ما بریم سراغ درن. خب بچه‌ها میگن تا اینجا $25,000 خرج کردی. داداش مثلث به این گندگی بهت دادم بعد تو فقط $25,000 تا خرج کردی؟ میتونم بازم بیارم؟ آره داداش برو بازم خرید کن بیار بچین داخل این مثلث تا جایی که میتونی انتظار دارم پرش کنی. نیل زیر این پارچه سیاه یه مثلث قایم شده و هر چیزی که بتونی تو اون مثلث جا بدی و من پولشو میدم. پس این فقط یه پتوی سیاه. بله این یه پارچه سیاه‌ست و اصلا معلوم نیست که مثلث چقدره. خیلی خوب شروع کن به چیدن. اینا تقریبا $2,000 انا. فقط این ریشتراش $400 پولشه. تقریبا $5,000 الان تو دستم. داداش همچین داری با اعتماد به نفس جارو میکنی خب مطمئنی که اینا توش جا میشن؟ فکر نمی‌کنم. چوب بیسبال. فکر کنم بتونیم به پهلو بذاریمشون. هر چیزی که جا نمیشه رو میتونم بذارم. نه داداش هر چیزی که میذاری روی این میزو باید توی مثلث جا بدی. اگه نتونی کلا همه چیز کنسل. بعد یه سریاشو برگردم. خب چوب بیسبالو بذار کنار اینم من یعنی باید میخوای این بگم. کفشا رو برگردونی؟ مطمئنی نمیتونی جا مطمئن بدی؟ نیستم. حالا وقتش مثلثا نشون بدیم. و حالا لحظه ای که انتظارشو میکشیدی. ببینم چه حالی من میده. باید مثلثمو ببینم. آها قرار بود نشونش بدیم. 1 2 3. پسر خیلی راحته. خیلی راحت میتونم جاش این بدم. جعبه پیتزای مال من اینجا جاش گذاشته بودم. فکر کردی این مثلث انقدیه؟ اصلا هم از امنینو اینجا نذاشتم که حواسشو پرت کنم چون اجناس این مغازه $1,000,000. مثلث اصلا هم انقدی نیست. من همچنان میخوام با نقشه پیش برم حتی با اینکه بهش نیازی نیست. داداش احتیاط کن. ای مراقب باش پسر. داداش چیکار میکنی؟ خدای من یه لحظه ترسیدم. مراقب باش بابا. مواظب باش. وای خدا. نباید به خط بخوره. انگشت جلوشو گرفته بود. قابلی نداشت. میتونستم چوب بیسبالو نگه دارم. سرمون چوب بیسبال. خیلی خوب تبریکات ویژه موفق شدی همه رو جا بدی. نظرت چیه؟ رفیق ممنونم بابت همه چی. این حرف نداره. ممنون که توصیه کردی کیفمو پر کنم. خیلی بهم کمک کرد که مثلثو پر کنم. آره. ازت ممنونم. حالا نوبت این دوتا دوستمه. کریس لطفاً برو قایم شو. برو نبینمت. هر چیزی که بتونی این تو جا بدی و کریس باید برات بخره. اما بعدش نوبت کریسه. اون موقع اون میاد جا میده و هر چی جا بده رو تو باید براش بخری. به نظرت کریس بهت رحم میکنه؟ اون آسون میگیره ولی من رحم نمیکنم. داداش فقط یادت باشه که کریس زن و بچه داره. به من چه؟ الکساندر مک‌کوین. آره این کفشو این چیه برمی‌داری. غلات صبحونه است با برند لاکچری سوپریم. غلات لاکچری تو عمرم من ندیده بودم. از همین پوفوفیاس که صبح میریزیم تو شیر میخوریم منتها اومدن یه برند سوپریم چسبوندن روش دارن مثلا 10 میلیون میفروشن. چیزی که تو همون خارج مثلا $5 بیشتر نیستا. یاد حرف گلزار افتادم که میگفت پوز نیست سبک زندگیمه. این مغازه کلا پوز فروشیه. این زن و بچه داره. به من چه؟ الکساندر مک‌کوین. آره این کفشو این چیه برمی‌داری. غلات صبحونه است با برند لاکچری سوپریم. واقعا میخوای اینو آره بخری؟ من اونو میخوام. چرا داریم اینا رو برمی‌داریم ها؟ من به فکر بچه‌هاشم. اسکول واسه خودته. آقا جدی میتونم آره. نگهشون آره. دارم؟ ولی کریس هم قراره همین کارو بکنه. تا حالا نفهمیده بودم. ایمتیانو چیزمه تری به تو فروخته. میدونم کلمو میکنه. اینا خیلی هم بهش سخت نگرفتی. دروغ گفتم بیاد ببینه فحشکشت میکنه. کریس قراره حسابی رد بده. داداش چقدر شد؟ $6,574.45. کریس قراره بجوتت. برو گم شو. کریس چندلر این مثلث رو پر از وسایل کرد و تو قراره پولشو بدی و حالا تو هم باید همین بلا رو سر چندلر بیاری. چقدر خرج کردی؟ خودت فکر میکنی چقدر خرج کرده؟ حدود 4,000 تا. 4,000 تا دوستیتون رو نگه میداره؟ آره اینقدر شده. از من چیزی در نمیاد. عددش بزرگ شده داداش یا ما قرار کوچیک؟ نیست راهنماییت کنی. یعنی بزرگ شده؟ من میگم برو خریدار رو وردار بیار بذار این هر چی داخل. میخوای بردار. من قبل اینکه ویدیو شروع بشه اینو زیر نظر داشتم و با خودم میگفتم من اینو میخرم ولی حالا چندلر میخره. محض خنده بیا این آجرم بردار. چندلر به خاطر این تو این ویدیو نه با تنها باعث شد ببازه بلکه $100 براش آب خوردش. حاجی آجر لاکچری دارن. من واقعا دیگه حرفی ندارم. اصلا درک نمیکنم چرا کسی باید آجر لاکچری تولید کنه و چرا کسی باید بخرتش. نه تنها باعث شد ببازه بلکه $100 براش آب خوردش. بزن بریم. اگه چندلر چیزی ور نداشته باشه چی؟ اگه فقط یه جفت کفش ور داشته باشه چی؟ فکر کنم باید یه کیف بزرگتر می آوردم. چرا اینطوری میکنی؟ ببینم آماده این؟ آره خیلی خوب. داداش همه این چیزایی که برداشت چقدر شد؟
$4558.18. هی وایس زدم مرز دوستی $4000 رو شکستم. ببخشید چندلر جلوی چیزایی که خودش خریده وایساده و کریس هم همینطور. بچه‌ها لطفاً چشم‌بندا رو بردارید. ای تقریبا یه اندازن. سعی کردی زیر 4000 تا بمونی؟ داداش پشتشم هست. خدای من وای من اون طرفشو ندیده بودم. کریس داده شما باید $6500 بلاخی و چندلر تو هم باید $4500 بلاخی. $2000 تفاوتشونه. بیشتر از 4000 تا. شما 6000 تا میدی، شما 4000 تا. همدیگه رو بغل. تا شما حساب میکنین ما بریم نفر بعدی. ایشون خانم هدره و تو بیمارستان کودکان کار میکنه. هر چیزی که این تو جا بدی و ما میخریم برای بیمارستان. چرا دارید شعار میدید؟ دست به دست کن برسه. میتونم برق چشمای بچه ها رو وقتی اینا رو میبینن حس کنم. خیلی باحال میشه. دایناسور. ما یه چند تا PS5 هم واسه بچه ها آوردیم. نظر چیه خانم؟ بریم حساب کنیم و بعدش هم بریم بیمارستان. خب همه رو حساب کردیم و همه چیز آوردیم به بیمارستان کودکان این منطقه. بچه ها خیلی خوشحال شدن و واقعا خدا رو شکر که تونستیم کمکشون کنیم. ممنون مستر بیست. کارل یادته تو اون مغازه این اتفاق افتاد؟ همین دیروز بود به دیگه. خاطر سست دستی شما رفیقمون باخت. پس الان وقتشه که تو خونه کارل یه وایت بورد بذاریم. اونی که دستت ماژیک نیستا، این که بادوم زمینی داداش شد. هر چی میخوای از خونه کارل وردار تو این بادوم زمینی بذار اصلا برای خودت. وردا ببر. داداش چیکار میکنی؟ پلی استیشن رو میبری؟ دستش هم باید ببری. رفیقمون یه PS5 دیگه هم داره. اونو قایم کرده بودم. هیچ وقت واسه سربر نمیشه. جیمی میتونی این دستکشا رو بگیری؟ بنداز. از که شام نه. یه یخچاله اون ببین. یخچاله رو میخوام. خیلی خوب امیدوارم چیزی وایسا آروم بذاری. آره. برام نمیشه تونستن. اون توتوروه؟ خیلی بامزه. هم پلی استیشن ها رو بردن هم تلویزیون اوضاع خیلی خرابه. دزدی از کارل. دزدی از کارل. خب دستاتون رو بردارید ردیف همه چیز رو 2 تا پلی استیشن مونده. آره فکر کنم دیگه کافی باشه. آقا مبارک باشه و کارل هر چیزی که ازت برداشت و من دوباره برات میخرم. پس یه جایی چیزی از خونه کارل بیرون نرفته. بریم سراغ نفر بعد. خیلی خوب درن بابا اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ نظر داری؟ فکر کنم 12 ساعتی شده دیگه حتی ساعت هم نمیدونم، ولی هر کاری تونستم کردم و حتی نتونستم خودمو به دست و دلبازی تو نزدیک کنم. داداش میتونستی این مثلث رو از هم جدا کنی و بپیچیش دور کل ساختمون. آره این خیلی آسونه. خب به نظر میاد تونستی خیلی چیزا رو تو این مثلث جا بدی. بریم ببینیم قیمت چقدر شد. حالا بریم سراغ اصل مطلب. بافی بگو چقدری من خدا بهم ضرر زد. $82,058. داداش حتی به 100,000 تا هم نرسیدی که. همه تلاشمو کردم. واقعا ممنون که تا این موقع شب اینجا موندی. میشه با دست بدم؟ حتما. واقعا لطف کردی. خوشحالم تونستم کمک کنم. ما کل خوراکیایی که الان گرفتیم و قراره بدیم به خیریه و میتونید ویدیوشو از توی کانال خیریه ما ببینید. خیلی خوب تموم شد. خداحافظ. خب رفقا مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم لذت برده باشید. حتما یه سر به وبسایت وست مدیا بزنید. فیلم استریم مرگو که جدید دوبله کردیم ببینید. هم ترسناکه و هم خنده‌دار. میگید چطور ممکنه؟ زیر ویدیو لینک سایتو گذاشتم، برید خودتون ببینید. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.